چمن چمن گل بکاریم، دسته دسته گل شماریم. یاری عزیزم می آید، بر سری او گل بباریم، در قدمش گل بکاریم. یاری عزیزم می آید، در قدمش گل بکاریم، بر سری او گل بباریم. بله بله، سلام علیکم. اونده نباشی. نشناختیم. شما کی خاله جان؟ داریم اشتباه گرفتیم دیگه. شماره من نگیرید که بعده نانی من اگه بفهمه حال نانی من رو به سرانیه، نانی من بفهمه به خود شما پست میکنه. یعنی که تام با مطابقش خود می‌بینی بعد از این میاری خاله دلای خواهیم. سلام علیکم خاله جان. خاله دلای قیصری نداره. تیار هستی چی پیچاره اغزلوزی شما هم خوبم شکر. شکر داریم من نمیدی که بشکام خیلیه به او یرگمو. آی بگو بشکام همه خیلیه و مدت بطنی چه نمیدی که به او بیاری. باشه چشم. خوبه چشم. میام امان بیا یا نه در سرا. وقتی مثل خوشخوشتی بیا که بشکام پیدا کردیشه. خوبه چشم. خوبه باشه. سلامت بباشید نگه که شما رو نشناختم. خدا حافظ خاله جان. زنده خوبه. زنده باشین. تشکر از شما به زحمت کشیدین. ای خاله زلی خب بیدنگ من نه چی میفهمم. خیال کردم غیری وای با من زنگ میزنم میگم تو خیلی مهم. کجا میدم پس؟ چیکار میکنی نه؟ آشپزخونه کنم میای اینا رو چی پر میکنی؟ اینا از مانیه. از کینه؟ چی؟ این از کینه؟ از کینه اینا؟ اینا الان سایایه. بفهمیدی ماله میگم با خبر شدم میگم مدل چیه؟ رد مدل الان دیگه لگبا میگم میره بوشکام سویر جمع میکنی که دست خود تایم کن سه چی میگم من؟ سیمیه. مدل سیمی. ما میگم بوشکام سویر جمع میکنی اینجا میایه میکنه تاش سلاما پیری به بیچاره میگه نداره. خالد زلیخا گفته که دارم من باشه. به من گفته که گیلک بشکام آرتا که چی خوبی شماره من دشته زنگ زد. میگه گاهی وقتی سرسا بشکام رو کوبیه لکه ما گاهی وقتیه یا هر روزه گاهی وقت نکم یک بکسم دهن تو بزن دندوناتو بزن پیش پا تو گاهی وقته هر روز که این بشکار میاری کمه بیدو تانیه کوی دیگر نوردی نه تو دیگه کی به گپ میفهمی آخه تو نمیفهمی که اینا پوله قبض اومیه قبض پوله کجا بیانه که ما بده بیچاره ده 15 تا بشکر است تاشون جمع میکنی اینجا میاره میکنی بیکار موندی یا نوکر مردم شدی نوکر همسایه شدی نه همسایه میگه چیز چاش تعمل تکاسه میریزن چیز میدیم خب اول اینجا چاش نونیه اونا هم شوربا دارم. حالا چی بگم من به تو بس دارم نمیشه که کم ترسیدم کم تو نصیحت کردم خب بفهم دیگه کنجا من خود تو خود مرغا کنم سه میکنم نمیفهمم. ورد اینا رو ورد یو ما دورم برات میاد اینجا تاسط من تو خیلی کنم پس سطل کماند خیلی برد درسونه بده ما دیگه نمیدیم کسی بیا بده دیگه تو کارا بکنی تو پیش خود خو از هم سوالی باید سطل خیلی کو خوب کاری هم نیستی نامه بیکار که باشه این تکرار راست میاد ایشی منه. سکن کینه بله
بله شکر شما خوب بخیرین پیشی من خوب نیم گیلک نیم عباسم بفرمایید جناب مشاگل و چی ماستین خاله جان کار داشتین همین جای پیش من گیلک خب بشکاش خیلی شده بیایم بشکاره کنه خاله یا سعی کنه شما این برام گیلک که میه بشکاش رو از 6 سالم او میکنه میه به درس را شما بزرگ پول چیزی میدین کاسه شروعی میدین خدا بچه‌اش سیرم خرجی ما میگرد در خونه خوبه دیگه برام بشکار اینجا میره او میکنه درس را شما کاسه شروعی میدین او بیا شروع بشم خودی نون خوب کار یاد گرفتیم خاله جان خواهشانه دیگه گوشی زنگم نزنین دیگه بعد بشکار شما خیلی میشه بین از مسجد جای او کنین دیگه از اینجا سر ما جای نیه که ما بشکار سایر او کنیم میم برام بیکاره دیگه زنگ نزنین خواهشانه من خوب شما رو داری دیگه به تو زنگ میزنه که بیا بشکار او کن شوروا خود چاش دیگه در بشکار او میکنم میاره کاسه شروعی میده چاش به زور اوه کجیر همه میتنه کجیر برو سکو تماله میاره شوروا میشه من وای 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 خود چی؟ بیا شروع بشم ها خود چیزه خود چاش گردن ما میگرده او از طرف شد با لمازگاه تو بیکار مونی که بینه اونجا خور علاق میکنی میاد دست را بشکار رو میکنی همجور این پیدا نمیشه لقمه نه دیگه هر ما به میه و غرود داریم یا کدو خواهدون دست بول جمال بگو کار بده کشه روست اونجا گفت نون بده دیگه بابا شوروا مرد نیه که شوروا زاد گشتنه شروع سینی من ملایم میکنه این دفعه ما تو چیزی نگفتن گیلک اگر دفعه دیگه بیده که بشکه به علم صاحب دست را بیره خب همیتون دست هر تو مون کجیر نمیره نمازدگاه کشیر بره اختیار خورداره نمازدگاه رو میکنه سر صبح بجم من نمازدگاه بجم کجیره شو بزی شوروا میدم او شوروا بشمه دیگه ایت کار نگو گیلک اگر به تو بگفتم ملایمی گفتم نزدم هم چیزی هم دار راز شما را پاک کن چی؟ دیگه زنگ نزنه بگفتم کن دیگه زنگ نزنه همه زنه کم الله نه دارم خاله جو چه دیگه پا میزنی ثواب داره خب ثواب داره ما باید دست را کنه مشکا شما دیگه گفتون گیله دیگه طور نبینیم اولا ما به تو چیزی همه زنه کم الله دارم سر شماری به چه کار کنم دیگه؟ جواب نده دیگه یک مشکل نکنی چی میشناسن کی نهی؟ تو خدا قسم رو ببینم تا ساعت میزنه ما به تو بگفتم تو چی رقم آدم میده که بنز زدن میفهمی ملامی بابا سال یک دفعه به خونه خوش شوروا نداریم ما شوروا خوش دارم خدایی به قیافه تو هم میخوره شروع نه قیافه تو امو به میا میخوره نور صدلا خیلی پای دست های رو بده باشی دفعه کنم باید چیزه او نکنی گی لگه به تو میگفتم او نکنی دیگه اگه به گفت میفهمی او نکن امیت خیلی بود دست سرزمین من خسته از جفای دل سرزمین من بی سرود و بی صدای دل سرزمین من خوندن میکنی با درد من دقیقه قراری الله جب چی گپای کجی جان قراری چه کار میکنی کل من را کم پیدایی چه کار مایم بکنی لا کارا بیکاری چرا کارا بیکاری چه کار کنی خب اگه میفهمم که بیکاری کار نمیکنی بیا یک چند تا میشه میخرم میشخل مکمل رو بچه رو با پول میدم برجونه می سالونه می ما وظیفه خواندگیم چرا چی وظیفه داری او میارو شروع میشم یه هم خوب کاریه آقا دیگه او بیار شروع بشم خوب وظیفه نیه آخی اون کار که گیلک میکنه خب من گیلک از ما یاد گرفت ساختمان و مثلا همی او بیار شروع بشم من اختراع کردم من رواج کردم من بساختم گیلک هم معلومه یاد گرفته او میاره شروع میشم حالا کم مرکز از این کار از من شروع شده
ما او بیاوردن شوروا بشه میدون گیلاک اول از من یاد گرفته او میاره شوروا بشه این کم کار یک آدم او بیاره شوروا بشه که من این کار میکنم نه کار خوبیه دیگه ماش دیگه نمیدم تو فقط هم شوروا میشه میخلاص نه دیگه ماشی چی میدم همون هم که بابا او بیارم اونا هم به من شوروا بدن که من شوروا بشم و همون هم به مثل ماشی مثل یک حقوقی که من دارم دیگه کم کاره ولی دیدی لگه شما هم او مستی که بیارم به سرای شما یه وقتی به من شوروا بدیم من دو بزنگ دارم نه گیلاک میاره هر روز نمایم دیگه نفری فلانه گیلاک هر روز میاره گیلاک نیست و حرومی میاره تجیب شما او میاره من چوفم په او میارم لا 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 بری من برم بمی همسایه او بیارم گفت با کاسه شوروا تو تیار کردی بیا بشم میگم بله امروز بچه ها به گیلاک زنگ زدن که بیا چند بشکه اوی بیار بفهمیدی؟ اگه بیکاری بیاد بیا چند بشکه او با ما بیاد کاسه شوروا هم تیار کرده نقد و نقد نقده اون شوروا ما چرتر گوشت گوسفنده او اگه گوشت مرغ بدم به تو دیگه گوشت بریه یا گوشت بغضاله بزغاله بره من خوش دارم دنبدار باشه خود جان امروز از ما بزغاله باز اگه شبا آمدی گوشت بره به تو ببار میکنی مامان رو گوشت بره بیتر یا گوشت بغضاله بزغاله با آدم ها مریض خوبه که او بیازار و بیچیزه گوشت بره برای قوت و حال را رفتن بیتر بسیاری مامان رو همی اوار ببرم کسی شوروا خوادینا بسترم بشم و میام به شما او میارم خوبه دل نکنی خوب زودی میام بخیر شروعات هم یخ میکنه خوبه میام ها دل جمع پشت بکن دل جمع نه دل جمع باشی سلام علیکم. خوبه. کجای ماما چیکار میکنیم بیتی؟ دیگه آره این کار غریبی ها دیگه چیکار کنیم؟ خوبه دیگه. کجای گیلاک؟ گیلاک بمی همسایه میاره کاسه شوروا هم تیار کرده میشم دیگه چی بدی پدر؟ اوه همین بیار شوروا باشه همین کناته اوه همون کناتا اوه چیز ماما من چون خبر داریم یا من نه متعد دارم مرغ میارم به شهر خوب از این مرغ دریا اینا گفتم گیلاک ما با اسلام قلعه میریم مثلا به تورغوندی میریم این بر میریم گیلاک خودم هم سید متعد شیشته باشه شاگردی بیا برای حداقل هفته 200 دفعه به مرزا میریم هر شوی که برای خود ما 500 هم بزو میدیم یک مرغ هم میدیم گفتم اگه میای میره خود ما بیای برای کار کنه خوبه بازم برای گفتن میگم بکن امید به خدا که بیای خودشون خب میگه میاره شوروا میشه باقی کار خود ترک کنم میگم هر چی پیش ورس کنم تو بابا جان مزدور مردمی نکه خدا به ترجیح تو خدا این کارا خود نکنه که بخواد کم کاسه شوروا کنم مسئله همین که میگه باقی امید به خدا که بگم که هفته 500 میدیم میره و بیشتر میده خب عباس رای کنه که بیاره شوروا بشه میگه لا خود ما بیای کار کنه عباس که بازم درساخو میخونه بازم عباس که خوب کم درس که میخونه آخه به تا دکو کجی را می کار میکنه و میاره شوروا میشه چه کار بخیر میای بیاره شوروا بشه مد شو از امروز اول ابتدا که همین کار ابتدا کرد همین کجی کرد بچه همین کار یاد داد دیگه اکثر او بیارم شوروا بشه این شکم از اینا تانکاره که اکثر بشه نفهم چه کار کنم خدا دیگه باقی بگین سه کار خوبه این خود گپ نده باقی میشه میره حداقل خوبه چشم خوبه خوش اومده